این که میخواد نفوذ کنه با چاپلوسی نفوذ میکنه. مثل من نمیاد بشینه وسط قم رو منبر علیتون حرف بزنه که مگه دیوونه است خودشو بکنه گاو پیشونی سفید که تکون میخوره بیافتید دنبالش. اون با چاپلوسی میاد قاپتون رو میدزده، اموال مسلمین رو میخوره، اموال ملت رو میخوره، اموال کشور رو میخوره، اموال ایرانی‌ها رو میخوره، به کشور لطمه میزنه. اون روزی هم که شیپور جنگو میزنن گورشو گم میکنه. یه سریتون از 3 روز بعد شروع که توییت زدن، یعنی جرئت نداشتید دعاتی که رفته بودی یه توییت بزنی. وفادار مردمن که وایسادن، دولت اگه حالیش باشه، نظام اگه حالیش باشه، وفادار این مردمیان که وایسادن، مقاومت کردن، وایسادن، نقش اونا رو نقش برام کردن. وگرنه اینای چاپلوسایی که روشون حساب میکنی دنبال سوراخ توش بودن، صفحه مجازیشون رو پاک کردن که توش عنواناشون رو نوشته بوده. خدا رحمت کنه مصطفی چمران میگفت شیپور جنگو که زدن مرد از نامرد معلوم میشه. همین 12 روز معلوم شد مرد ملت ایرانه، نه این چاپلوسا و متملقا و شعار به مزدایی که دور خودتون جمع کردید. الان هم باید برای مردم کار بکنید. از بعد از متوقف شدن جنگ ما ندیدیم به ملت یه حالی بدن. هیچ تغییری تو رفتار صدا و سیما مسئولین دولت فلان هیچ تغییری اتفاق نیفتاده. شما اگه کارتون درست بود چرا وضع اینجوری شد؟ شما خودتون شوکه شدید از اتحاد مردم، چون مردم واقعا کشورشون رو دوست دارن. احساس خطر کردن یه عده خیلی زیادی که نکنه کشور تجزیه بشه. به خاطر شما نیومدن که یکیش من سر سوزنی بهتون ارادت ندارم، سر سوزنی. من به خاطر کشورم وایسادم، به خاطر ایران وایسادم، به خاطر مردمی که بهشون بدهکارم وایسادم. شما چی کاره ای؟ اینجا ایرانه و سرزمین شیراز و همونطور که همین شاعران ایران میگن ما باید از مردم دفاع کنیم. بعد حالا این ملتی که وایسادن پای مملکت، خب مملکتشون وایسادن. شما توی هیئت عزاداری الان ای ایران میخونی، پس فهمیدی ایران مهمه، پس فهمیدی این تمدن ارزشمنده، پس فهمیدی اینا سرمایه این ملته، اصلا اینا باعث شده وایسن. ولی واقعی فهمیدید خب هوای ملت رو داشته باشید الان دیگه. بسم الله. یه عده زیادی از کار بیکار شدن. این اینترنتی که گند زدی توش، اینا که یه چیزی دستتون زرت زدین دکمه زدید قطع و بس میکنید، زندگی یه عده رو نابود کرده. کسب و کارهای اینترنتی نابود شده. من باید به این چیزا فکر کنم، به شما باید فکر کنید. الان کسی جرأت داره حرف بزنه آقا ایشون جاسوس اسرائیل؟ برو بابا به کارت، برو جاسوس اسرائیل تو بگیر. اتفاقا جاسوس اسرائیل 2 برابر من ریش میذاره، چفیه میذاره، الانم داره فقط فوش میده به اسرائیل و آمریکا. این ور اون ور میگه مذاکره به هیچ وجه. خب باشه مذاکره نمیکنید چیکار میخواد بکنید؟ بجنگی؟ جنگ که وقت داشتید میجنگیدید دیگه. چرا قطعش کردید شما که می‌خواستید بجنگید؟ احساس نمی‌کنید اینا که این شعارا رو میدن دارن به نفع اسرائیل کار میکنن؟ نفع فیلترینگ به نفع اسرائیل و فیلتر شکن فروشا. تموم شد رفت. و همچنان 12 روز از جنگ مستقیم ما با اسرائیل میگذره، همچنان همه چی فیلتره. این یعنی چی؟ یعنی نفوذ کردن، جاشون هم سفته، تو مواضعشون هم سفت وایسادن. این معناش اینه که اوضاعمون خیلی خرابتر از اینه که فکرشو بکنیم. بله آقا، وقتی ماهانه چند هزار میلیارد پول در فیلترینگ و یه عده دارن میخورن، مگه این پولا رو فقط خودشون میخورن؟ قشنگ دندون عده زیادی رو خونی میکنن که به هیچ وجه فیلترینگ برداشته نشه، همینجوری بمونه اینا پولو ببرن. چند هزار میلیارد سود ماهانه است، مگه میان ازش بگذرن؟ آقای رئیس جمهور میگه من رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه یعنی رئیس مجلس ستایمون مخالف این نوع فیلترینگی. چجوریه که 3 تا سران قوا مخالفن همچنان هست؟ مگه میشه همچین چیزی؟ من کمکم به شما انتقاد کردم، انتقادم از رو دلسوزی، وگرنه که الان باید بشینیم ناخون بزنیم که حماقت کنید آقا، همین به حرف همین افراطیای دریوری گوش کنید، نقشه اسرائیل اینجا پیاده بشه نابود کنه این کشورو. ولی خط به این کشور نباید بیفته، به این مرز خط نباید، نیم سانتش نباید جدا بشه.